اعلامیه حقوق بشری کوروش کبیر از اولین دستورنامه یا حجت حقوقی به شمار می‌رود که آزادی را برای بشریت از همه چی بالا می‌داند. اینکه در کنستیتوسیا یا قانون اساسی اکثر کشورهای دنیا در زمان متمدن آزادی انسان دخال‌ناپذیر اعلان شده است، برگرفته از همین اعلامیه کوروش میباشد. میگویند عالمان این اعلامیه را کوروش کبیر هنوز در سال 539 پیش از میلاد منتشر کرد و گامی اولین را برای تامین آزادی انسان گذاشت. استوانه حقوق بشری کوروش با 230 متر درازی و 5 تن وزن با سرپرستی شرکت قانونی فارسی مستقر در کشور دنیا ساخته شد و در آن محتوای اساسی اعلامیه کوروش کبیر حقاقی شده است. سبب در تاجیکستان گذاشتن این استوانه را محققان خارجی به آن ربط می‌دهند که امروز در تاجیکستان آزادی شهروندان به طور کامل تامین کرده می شود و حقوق و منفعت‌های انسان از جانب کنستیتوسیا و دولت به پررگی حمایه می گردد. مخصوصا در حالی که مردم تاجیک همکنون با آموزش تاریخ گذشته خود مراغ بیشتر پیدا کرده است، موجودیت این استوانه می تواند در این سمت کمک فراوان نماید. اکنون در حال حاضر مردم تاجیکستان یک نعمتی دارن که بهش میگن نعمت آزادی. هر لباسی دوست دارن میپوشن، هر دینی که دوست داشته باشن دارن، هویت خودشونو دارن، تاریخ خودشونو میخونن، هیچ کسی مزاحمشون نمیشه. ما این ارزش آزادی که شما دارین یا مردم تاجیکستان رو درک میکنیم. امیدواریم مردم تاجیکستان در طی سده‌های آینده همیشه وقتی از کنار این تندیس رد میشن فکر کنن که چرا این تندیس چه مفهومی داره و این آزادیشون نهادینه بشه، یعنی برای ابد بمونه در اینجا. پس از پرده‌برداری از بالای استوانه اعلامیه حقوق بشری کوروش کبیر در تالار تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت بانوی صدرالدین عینی، بالت کوروش کبیری امیربگ موسویف، لیبرتوی براد عبدالرحمن نمایش داده شد. هیئت مهمانان اشتراکچیان سیمپوزیوم بین‌المللی جغرافیای تاریخی و فرهنگی شاهنامه فردوسی با میل زیاد این اثر صحنوی را تماشا کردند. این نمایش که سالی روان در تئاتر اپرا و بالت تولید شده است، از قهرمانی‌های کوروش کبیر قصه می‌کند. به سبب نیست که شخصیت لشکرکش برجسته نثرنویسان، مورخان، رسامان و هیکل‌تراشان را به جستجوی ایجادی وادار کرده است. زیرا کوروش کبیر به نخستین امپرای متمدن آریایی بنیاد گذاشت که در تاریخ تمدن بشری نظیر نداشت. اعلامیه تاریخ کوروش کبیر از جانب عالمان و مورخان همچون نخستین اعلامیه حقوق بشر اعتراف شده است که نظام عادلانه، انسان پرورانه و دنیوی دولتداری را پشتیبانی میکرد. همه این خصلت و خاراکتر و رفتار و کردار کوروش کبیر و رویداد و واقعه‌های زمانی او را هنرمندان در نمایشنامه انعکاس نمودند.